یکی از سوالاتی که بسیار پرسیده میشه اینه که آیا ارتودنسی دردناکه؟ اگر من خواسته باشم خیلی مختصر در مورد این مسئله صحبت کنم، اینه که اون چیزی که باعث درد دندون میشه فشرده شدن دندونا داخل استخوانه. ما با کمک ارتودنسی و با کمک سیم هایی که روی دندونا قرار میدیم تا یه حدودی دندون ها رو داخل استخوان فشرده میکنیم. در نتیجه ممکنه که شما یه تجربه دردی را حین ارتودنسی داشته باشید. ولی نسبت به سالیان گذشته به خاطر پیشرفت‌هایی که در وسایل ارتودنسی شده، اون حس درد و تجربه دردی که شما دارید بسیار کمتر از سالهای قبله. اگر تجربه درد را داشته چه کار کنه؟ میتونید از داروهای مثل استامین فن ساده، مثل بروفن و یا ژلوفن هر 4 ساعت یک بار استفاده کنید و یا میتونید از غذاهای نرمتر برای 2-3 روز ابتدایی درمان کمک بگیرید. یکی دیگه از مواردی که بسیار کمک کننده جویدن آدامس همون 2-3 روز اول درمانمونه. چرا؟ به خاطر اینکه با جویدن آدامس تا یه حدودی دندونا داخل استخوان جابجا میشن و همین جابجا شدن دندونا داخل استخوان باعث رها شدن فشردگی استخوان و رفع درد میشه.